پنکیک سواپ قلب تپنده دیفای روی بایننس اسمارت چین. اگه با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشی حتما اسم پنکیک سواپ به گوشت خورد. پنکیک سواپ یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین صرافی‌های غیر متمرکزه. پنکیک سواپ از کجا اومد؟ پنکیک سواپ روی یک شبکه بایننس اسمارت چین ساخته شده. بایننس اسمارت چین یه بلاک چینه که توسط بایننس ایجاد شده و به خاطر هزینه‌های تراکنش پایین و سرعت بالاش خیلی محبوب شده. پنکیک سواپ هم از همین مزایا بهره مند شده و به سرعت به یکی از بزرگترین صرافی‌های غیر متمرکز تبدیل شده. مزایای پنکیک سواپ: خب اول اینکه برخلاف صرافی‌های متمرکز، پنکیک سواپ به هیچ نهاد مرکزی وابسته نیست و کنترل کامل روی دارایی‌های شما رو در اختیار نداره. بعد اینکه تراکنش‌ها در پنکیک سواپ خیلی ارزان‌تر از صرافی‌های متمرکزه و پردازش میشن. و سوم اینکه پنکیک سواپ علاوه بر خرید و فروش ارزهای دیجیتال، امکانات دیگه مثل استیکینگ، فارمینگ و لانچ پد رو هم در اختیار کاربرا قرار میده. ارز پنکیک سواپ در صرافی گرین موج لیست شده و شما میتونید این ارز رو با کمترین کارمزد خرید و فروش کنید. ضمناً پنکیک سواپ یه رابط کاربری ساده داره که استفاده از اونا خیلی راحت میکنه. اما معایب پنکیک سواپ: مهمترین خطرش مثل همه صرافی‌های غیر متمرکز اینه که در برابر هک و کلاهبرداری میتونه آسیب پذیر باشه. و اما آینده پنکیک سواپ: با توجه به رشد روزافزون دیفای و محبوبیت بایننس اسمارت چین، پنکیک سواپ میتونه به یکی از بزرگترین و مهمترین پلتفرم‌های دیفای تبدیل بشه.